در بنیاد نخستین تئاتر کسبی تاجیک بسیار اکتورهای صاحب استعداد که بعدتر استادان بزرگ گردیدن شرکت ورزیدن و اولین همین خیل اکتور میرکریم سعیدوف نام داشتن. من میخوام درباره آن کس به شما نقل نمایم. میرکریم سعیدوف عمر نهایت کوتاه دیدن. اون کس همگی 30 سال عمر دیدند و سپس از دنیا رفتن. لیکن در این عمر کوتاه آن کس در بنیاد تئاتر کسبی ما بسیار سهم بزرگ گذاشتگی. میرکریم سال 1910 در شهر کازالی تولد یافتند. این شهر در قزاقستان می باشد. همان دوره ها کازالی در لب سیر و دریای سیر و هم راه آهن وجود داشت و یکی از شهرهای تجارتی حساب یافت. بسیار آدمان از هر گوشه و کنار به همین شهر می آمدند که اندک زندگیشون را بهتر نمایند، با کار تامین شوند، پول کار کنند. من همین طور همون وقت هم همین بود و حاضر خیلی بسیارتر به طرف های شهرهای روسیه می روند. پدر میرکریم اون کس عمارت ساز ساختمانچی بودند. عائله‌شان را گرفته در آخرهای عصر 19 همینجا تشریف فرمودند و چندین سالها خدمت کردند. لیکن زندگیشان بهتر نگشت و سال 1919 پدر میرکریم سعیدوف از نو به زادگاهشان شهر بخارا آمدند. میرکریم سعیدوف که 7 فوریه سال 1910 تولد یافته بود، بعد همراه پدرش جوان خیلی خردسال در بخارا آمده. اول کمی در مکتب کهنه، سپس در مکتب شوروی تحصیل کرد و این جوان بسیار خوش‌ذهن بود. سال 1926 وی به سمرقند آمد. سمرقند آن وقتها پایتخت ازبکستان بود و خواست که در همین جا کسب اگرونومی را از خود نماید. لیکن وی در یکی از دهه ها زندگی میکرد، در همونجا کار میکرد، کم سمال بود، در دسته خود فعالیتی اشتراک میکرد. یک گنرال نام یک پیسه که حاضر مؤلفش را معین کرده نشد و رول بازی کرد، استعدادش را نشان داد و در همین وقت سال 1927 برای به مسکو فرستادن یک گروه جوانان که ازبکستان میخواست که در استودیوی ازبکی شهر مسکو آنها تحصیل گذرانند فرستاده شدند. در همین روی خط نام میرکریم سعیدوف هم وارد گردید، جاری گردید. میرکریم سعیدوف از بحر کسب اگرونومی گذشت و فکر کرد که نه، من اکنون آینده به اکتور رژیسور بشوم. من صنعتی صحنوی را دوست می‌دارم و این برای من از همه مهم است گفته به طرف مسکو رهسپار گردید. استودیوی ازبکی در مسکو سال 1924 تشکیل شدگی بود و سال 27 ختم کننده های آن استودیو به شهر سمرقند به تئاتر دولتی ازبک علاقه آمدگی بودند. این نوبت دومش بود که در بین آنها نه این که میرکریم سعیدوف بلکه عاقل زیایف اون کس هم از شهر سمرقند بودند و یک چند بچه های تاجیک از بخارای و از همین شهر سمرقند آنها همراه ازبک بچه ها به خواندن به شهر مسکو فرستاده شدند. 3 سالهای 27 و 30 در مسکو میرکریم سعیدوف از بهترین آموزگارهای مسکو از روبین سیمونوف،
کانسل، تولچانوف، زخاوا و دیگر معلم‌های تئاترهای به نام وختانگوف، به نام میرخولد بسیار چیزها رو دانسته گرفت. همان سالها حیات تئاتری در شهر مسکو بسیار جوش می‌زد، بسیار عجایب بود. تئاترهای بسیاری هر سال چندین اسپکتاکل‌های عجایب نشان می‌دادند و بسیار رژیسورهای بزرگ در اینجا کار می‌کردند. البته جوانهایی که از سمرقند و بخارا و دیگر جاها آمدگی بودند، آنها با شوق و هوس همه این را تماشا می‌کردند و سال 1930 اینها خوانش را به اتمام رساندند و تمام 24 نفر ختم کنندگان همین استودیوی دوم ازبکی نزد خانه معارف شهر معارف به نام استالین مسکو برای پرقوت نمودن دسته یعنی هیئت ایجادی تئاتر بخارا فرستاده شدند و میرکریم سیدوف در 5 اسپکتاکل های ختمی اشتراک کرد و یکی از بهترین آفریده های وی در همین اسپکتاکل های ختمی این نقش سگاناریل در طبیب زورکی مالیر بود. بسیار عجایب این رول را بازی کرده بود و معلم ها از لیاقت این جوان بسیار خرسند بودند و بهای خیلی خوب را در وقت تماشای این اسپکتاکل آنها دادند و البته همین خیلی اکتور جوان که استعدادش علاقه سالهای خوانش در مسکو شده شد برای تئاتر بخارا یک بازیافت خیلی بزرگ بود و میرکریم سید وقتی که در تئاتر بخارا کار میکرد مدت 2 سال و علاقه چندین رول ها را اجرا کرده و جوان ها بسیار سبق های یاد گرفته خودش را تعلیم داد. یک چند جوان ها آهسته آهسته در زیر راهبری میرکریم سیدوف در این تئاتر نوبنیاد آنها با موفقیت نائل گردیدند. وقتی که میرکریم سیدوف فهمید که در شهر استالیناباد یک تئاتر نو، تئاتر به زبان تاجیکی تأسیس یافته است و بسیار آرزو میکرد که به زبان خودش یعنی به زبان مادریش به زبان تاجیکی حرف زند و نقش ها بازی کند. برای همین از بحر تئاتر بخارا گذشت و سوی استالیناباد رهسپار گردید و 1 نوامبر سال 1931 و با هیئت ایجادی تئاتر نوبنیاد شهر استالیناباد قبول گردید. البته همین خیلی اکتوری که دانش مخصوص داشت یعنی اکتور کسبی بود برای تئاتر نوبنیاد استالیناباد یک بازیافت خیلی بزرگ بود. راهبران تئاتر فی الحال میرکریم سید را در یک چند اسپکتاکل هایی که علاقه در تئاتر به نام اون وقت لاهوتی نداشت و آنها قبول کردند و در اسپکتاکل دو کمونیست و رول ارسلان بازی کرد. در نمایش هجوم نقش پایکی را بازی کرد و از همه مهمش و در تشکیلی تئاتر کارهای راهبری تئاتر فعالانه اشتراک کرد. محمودوف، فتحالله عمروف و میرکریم سیدوف اینا هر 3 نفر که در همین استودیو تحصیل کرده بودند فقط فتحالله عمروف و حامد محمودوف آنها نوبت 1 استودیو سالهای 24 و 27 هم کرده بودند. میرکریم نوبت 2 سالهای 27 و 30 هر 3 یعنی شاگردای یک معلم ها بودند، همون معلم هایی که از تئاتر وختانگوف و میرخولد و اینها تعلیم داده بودند و در نتیجه در تئاتر نوبنیاد استالیناباد یک راهبریت کلیگ رژیسوری به وجود آمد و میرکریم سیدوف نه اینی که رول باز میکرد بلکه برای گذاشتن بعض نمایش ها اسپکتاکل ها
وای قوا آزمایی نمود. همین طور من همین اولین رول های میر کریم سیدوف برای صحنه ما بسیار یک نویگری بود. اون وقت بسیار اکتورها که تجربه نداشتن، البته همین خیلی اکتوری که 3 سال در مسکو خوانده است و هنری اکتوری از خود کرده است و ملکه های خیلی خوب به دست آورده است، البته از بهر آفریدن ابراز برآمده می توانست. و بیهوده نیست که سال 34 وقتی که تئاتر با یک اثر نوی کامل یاشین آتش میزنه مراجعت کرد، یکی از رول های اساسی پارتیزان سریمساق با 2 اکتور هم میر کریم سیدوف و هم محمد جان قاسم سپرده شد. میر کریم سیدوف که البته تجربهش اندک زیادتر بود، این رول را بسیار عجایب بازی کرد و یک آدمی عادی، یعنی دهقان عادی را نشان داد که علاقه در پایدار شدن حکومت شوروی اشتراک کرده است، بسیار روزهای سخت از سر گذرانده است، برای همین هم معیوب شده است، یک پاش میلنگد و با عصا بغل میگردد، در سرش یک تاقی، در تنش یک کمزلچه پختگینی تنوک، در پایش یک پاجامه غوصی پختگین، همین خیلی یک رنگش پریده، یک آدم نهایت کمبغل و نهایت عذاب دیده می باشد. قهرمان میر کریم سیدوف سریمساق میفهمد که پسرش همدم با گروه دشمن ها همراه شده است. پسر وی رئیس کلخاز می باشد و به جای آن که خواجگی خودش را به ترتیب آورد، به تاثیر دشمن ها در آمده است. از همین خبردار شده به اداره کلخاز می بیاد، می بیند که در پوشیده است، از پشت در پاییده می ایستد که آنها درباره چه صحبت میکنند. از همین خبردار شده به اداره کلخاز می بیاد، می بیند که در پوشیده است، از پشت در پاییده می ایستد که آنها درباره چه صحبت میکنند. بعد یک بار در را گشاده به سوی پسرش و همون آدمانش نگاه کرده، پسرش را دشنام میدهد و میگوید که چطور تو بی عقل با این خیل آدم ها سر و کار داری، همین خیل سخنهای تند و تیز، همین خیل سخنهای تاثیر بخش میگوید که سخنهای وی به آن پسری کم فهم و نادان تاثیر نمی کنند، بلکه به تماشابین ها تاثیر میکنند. من همین مهارت وی همین چیز را به دست آورده توانست و سریمساق گفتم ممکن است که یکی از همان سالها یکی از ابرازهای برجسته اکتوری تاجیک به شمار می رفت، چون این خیل ابرازها در صحنه نهایت کم بودند. تنها هنری خوبی اکتور امکان داد که وی باطن قهرمانش را در پیش نظر تماشابین ها درست گشاده دهد. و میر کریم سیدوف دیری نگذشته یکی از اکتورهای خیلی پیش قدم به حساب می رفت. بسیار رول های کلان در وی سپرده می شدند. تنها مهارت بلندی وی برای حل نبودن ابراز کمک برسانید و اکتور برای آفریدن این خیل ابرازها هیچگاه نمی ترسید و هم سرکشی هم نمی کرد. یکی از بهترین ابرازهای وی این ابراز بوریس گودونوف می باشد. سال 1937 تئاتر به نام لاهوتی به شرف 100 سالگی روز وفات شاعر بزرگی روس الکساندر سرگییچ پوشکین یک شب خاطروی یادبود تشکیل کرد. در این شب 2 پارچه از فاجعه بزرگی الکساندر سرگییچ پوشکین بوریس گودونوف نشان داده شد و در قسم دوم شب خاطره ارکستر نو تاسیس یافته سیمفونی یک قدر پارچه ها را از اپرا و بالت های روس که بخشیده به ایجادیات پوشکین بودند نواختند. 2 پارچه، یک فواره در آنجا بقایوا گلچهره و هم حفیظ الله اورونوف اشتراک میکردند و آنها چندان مضمون
پرچه چندان عمیق شده نتوانستند. گفتن ممکن است که فواره، صحنه فواره یعنی موفقیت پیدا نکرد، چون که رژیسور این اسپکتاکل تیخانوش با اکتورهای کم تجربه کم کمک رساند. لیکن پرچه دیگر، صحنه پیدا شدن بوریس گودونوف در اجرای میرکریم سعیدوف بسیار هم عالی جناب بود. در آنجا مونولوگ بوریس گودونوف دستک یا وشه власти، یعنی من حاکمیت عالی را به دست آوردم. من همین مونولوگ که این یکی از مونولوگ های خیلی زوری قهرمان حساب می شود و بسیار اکتورهای روس در اجرای این مونولوگ مهارت ظاهر کرده بودند و همیشه در تئاتر روس همین صحنه عرض دل بیان نمودن قهرمان اساسی همه وقت موفقیت می آورد. من همین صحنه در اجرای میرکریم سعیدوف بسیار خوشرنگ برآمد، بسیار جالب برآمد. در صحنه یک زینه ساخته شدگی بود، زینه وسیع و پنجره داشت و قهرمان میرکریم سعیدوف در تنش لباسهای شاهانه پوشیده، موزه پادشاهی پوشیده پیدا می شد و وقتی که وی مونولوگ را قرائت می کرد حس بکنید که در دل این پادشاه بسیار عذابهای روحی وجود دارند. وی خطای خودش را که دیمیتری خورساد را کشته است و به سر حاکمیت آمده است اکنون نقص حس میکند. از همین گناهش بسیار عذاب روحی میکشد. اکتور من همین درد و علم قهرمان را بسیار نقص افاده کردگی بود. البته مونولوگ این با شعر نوشته شدگی، خب خود تمام اثر با شعر نوشته شدگی. با این اندک وظیفه اکتور زیادتر میکند، دشوار میکند. صرف نظر از این همون سالهای 37 که حالا تئاتر با نام لاهوتی کم تجربه بود، حالا آن مهارت اکتوریش را هم حالا با قله‌های بلند برداشته نتوانسته ایستاده بود. در اجرای من همین اکتور کسبی ما میرکریم سعیدوف همچون فاجعه بوریس گودونوف با تماشابین دسترس شده توانست. سال 1937 دو تئاتر که در یک بنا کار میکردن، هم تئاتر دراموی به نام لاهوتی و هم تئاتر موسیقوی تاجیک که سال 1934 تشکیل شده بود، در صحنه گذاشتن اثرهای کلان حشو مستحکم کمر بسته بود. خلاصه هر دو هیئت ایجادی برای آفریدن اولین درام موسیقوی تاجیک واسه اینها بسیار خدمت کردند. این درام را غنی عبدالله نام درام نویس نوشتگی بود و نسبت به پیسه عبدالرؤوف فطرت که سال 1931 در صحنه نشان داده بود البته برتری های زیادی داشت. در پیسه فطرت سبب های اجتماعی و سیاسی شورش واسع گشوده نشده بود و تئاتر هم آن سالهای 31 تجربه نداشت و این اثر را نهایت سطحی در صحنه نشان داده بود. اکنون سال 1937 بعد از آن که اکتورهای تئاتر به نام لاهوتی در کارگاه خودشان آنها قانونهای مهارت اکتوری نقص از خود کرده بودند، آنها الکی تجربه به دست آوردند، الکی مهارت به دست آوردند و برای همین هم برای بهتر آفریدن ابرازهای اساسی اسپکتاکل واسع آنها بسیار خدمت نشان دادند و رول‌های کلان، رول‌های دراموی از آن جمله واسع با اکتورهای تئاتر به نام لاهوتی از آن جمله میرکریم سعیدوف و هم احد سلیمانوف سپرده شده بود. یعنی گفتن ممکن است که اولین اجرا کننده حقیقی شورشگر تاجیک واسع این میرکریم سعیدوف می باشد. میرکریم سعیدوف که الکی در طول 7-8 سال تجربه به دست آورده بود، چندین ابرازهای برجسته آفرید. البته برای آفریدن
این قهرمان خیلی چیزها را از خود نمود و پیش از همه موادی که دراماتورگ خودش مهیا کرده است آن را از خود کرد. هنوز در صحنه یکم وقتی که در سر خرمن و غله‌اش را، غله‌ای که بعد از چندین سال خشکسالی به دست آمده است و طبیعت آفریده است و این حاصل فراوان را به خلطه ها بار کرده ایستاده است، بسیار یک مردی دهقان بوزبله قامت بلندی ستارگرم را تصویر کرده ایستاده نشان میدهد که چقدر وی از حاصل فراوان خرسند است. خرسند است که اکنون عائله‌اش گرسنه نخواهد ماند. خرسند است که اکنون دهقان‌ها با وی باور کردند که در حقیقت مهنت چه نتیجه میدهد. و در همین وقتی که املاکدار و دیگر گرگ‌های دیه پیدا میشوند و با هر مکر و حیله غله‌های به دست آورده واسه را به خلطه های خود پر کرده میبرند و آتشین میشود. از این گرگ‌ها، از این دوست‌ها، از این یعنی آدمان جاهل ظالم بداد می آید و داد وی باز هم زیادتر می شد. وقتی که وی به خانه برمیگردد میفهمد که دخترش گلعذار را دزده بردند. انسانی همه همین درد و علم ها، اضطراب ها، هیجان ها وی را به شورش برای دعوت نمودن دهقان ها و دعوت سفربر می نماید و میرکریم سیدوف در صحنه‌های آینده یک شورشگر نشان می‌دهد که وی قابلیت تشکیلاتچی دارد. دهقان‌های متحد کرده می‌تواند، به دهقان‌ها فهمانده می‌تواند که ما دیگر طاقت کرده نمی‌توانیم با این ظالمان، با این ستمگران، ما باید آنها را برطرف نمودن ما در کار. من همین صحنه‌های من بعدی که آهسته آهسته شورش علم بگیرد زیاد بشود و مردم همه متحد میشوند و بیرق اسیان میبردارند. در این صحنه ها الکی اکتور قابلیت های قهرمانی خودش نشان میدهد، قهرمانش را نشان میدهد. و در پرده آخرین وقتی که شما میبینید که واسه در لباس سفید با پایهایش و دستانش با زنجیر بند شدن و همراه همصفانش، هم مسلکانش نظیر پهلوان، سید امین همراه آنها به دار، سوی دار رفته ایستاده است و آنها را اکنون به دار میکشند. شما در این لحظه ها از همین یک گذشتن اکتور در صحنه از وضع و حالت وی خود فاجعه حس میکنید که اسیان دهقان‌ها مغلوب گشته است و سرداران این شورش من به همین قتل یعنی گرفتار شدند. این یکی از بازیافت‌های بسیار خوبی اکتور بود که ابراز شورشگر، ابراز اسیانگر، ابراز تشکیلاتچی دهقان عادی را تصویر کرده بود. همینطور سال تا سال مهارتی میرکریم سیدوف به درجه های بلند میرسد و قله از همه بلندترین ایجادیات میرکریم سیدوف این واخوری با ایجادیات شکسپیر می باشد. سال 1939 رژیسور نوی تئاتر میرکریم سیدوف کوشش کرد که اکتورها را نه اینکه در ایجادیات فریدریخ شیلر تربیت کند و بعد گذاشتن دو سه اثرهای اندک آسانتر و یک باره به فاجعه بزرگ شکسپیر اوتلو مراجعت کرد. البته اکتورهایی که حالا تجربه نداشتن، حالا در آفریدن این خیل ابرازهای محتشم، ابرازهای کلان حالا مهارت پیدا نکردن، این کاری نهایت دشوار بود. لیکن رژیسور آنها را به همین دعوت نمود و دو اکتور خوبی فاجعوی تاجیک میرکریم سیدوف و هم
محمد جان قاسیموف، هر دوی آنها برای آفریدن образи اوتلو سفربر شدند. البته اینها اکتورهای گوناگون بودند. اینها اکتورهایی بودند که دارای فردیت خود هستند. یعنی هر کدامشان یک خاصیت خاصی داشت. البته خاصیت این بسیار خوب است، فردیت خوب است وقتی که اکتور همدیگرش را تکرار نمی کند و با دید خود، با نظر خود، جهانبینی خود ابراز می آفرد. میرکریم سیدوف اکتوری بود که وقتی که سالهای خانش در مسکو از استادش اکتوری تئاتری به نام میرخولد سویرتلین، ناوم سویرتلین، فنی یعنی درس بیومکانیک را نصب از خود کرده بود. نصب میدانست. حتی در تئاتری به نام لاهوتی یک چند سال این تعلیم را با اکتورهای جوان یاد داد. بیومکانیک این یک علم است، یک سبق است، یک درس است که با اکتور در صحنه چطور بدن را اداره کردن را یاد میدهد. یعنی اکتور تکنیک هم داشتنش در کار، گوجه با پایش، گوجه با دستش، گوجه با بدنش، تمام بدن اعضایش را اداره کردن توانستنش در کار. یعنی موزونیت حرکت بدن در همین بیومکانیک نقص به اعتبار گرفته شده است. از بس که خودش که همین فن را نقض میدانست، در وقت اجرا نمودن اوتلو به این ساحه هم دقتی خوب داده توانست. حتی راهگردی های وی مثل پلنگ بودند، کمتر قدم زنی هایش مثل ببر، گویا که همین خیلی چالاکانه یک عجایب در صحنه صورت گرفت. و از همه مهمش این تکنیک، البته تکنیک ظاهری می باشد، لیکن پیش از همه تکنیک باطنی هم در کار. و با تکنیک باطنی میرکریم سیدوف بسیار اهمیت بزرگ داد. و سال 38 همراه صافیه خان تویبای و همراه توفیق خان فاضل و هر سه به مسکو به جشن 40 سالگی تئاتر بدیعی مسکو تشریف فرموده بودند و آنها در این جشن اشتراک کرده روزهای خالیشان در صحنه مسکو در تئاتر خورد اکادمی یعنی مال تئاتر سپکتاکل اوتل را با اشتراک اکتور بزرگ فاجعه‌ای روس الکساندر استوژوف تماشا کرده بودند. بعد خودی میرکریم با این اکتور شناس شده، اندک صحبت نمود و بعضی عقیده های و بعضی مصلحت های این ارباب بزرگ را خود نصیب دانست. و البته همه این برای اکتور مدد رساندن. لیکن پیش از همه خود خدمت اکتور این از همه مهم است. و متن شکسپیر را که اوتلوی سیسیلیا بانو بسیار با زبان تاجیک عالی جناب چاپ ترجمه کرده بودند، به همین مغز بسیار نقص وارد گشت و انسانی را در صحنه نشان داد که بسیار حالا جوان هست، حالا اونقدر تجربه هم ندارد، لیکن بار اول لذت ایش را چشیده است. بار اول به دزدمانا نام دختر ونیزیایی محبت بسته است و همراه اینها به کیپر می آیند، زن و شوهر می شوند و زندگی نوی آنها آغاز می یابد. چنان صحنه های عشقی بسیار صمیمانه نهایت پاک بود که هرمان با این دو جفت دو کبوتر نگاه کرده آرزو میکردند که کاش که همین یک محبت با ما هم نصیب گردد. لیکن بعد آن که دشمن رزیل بدکردار یاگو که صاحب منصب بلند شده است و صرف نظر از این وی حسدخور است و این بخت دیگرها دیده نمیتواند، آیسته آیسته در خصوصی همسر اوتلو دزدیمونا با اوتلو هر گونه بهتان ها را میریزد، میگوید، بهتان میکند، خیانت میکند. خلاصه
آیسته آیسته زهر خودش را یک قطره ریختن میگیرد، قهرمان میرکریم سیدوف آیسته آیسته دیگر می شود. من همین دیگرگون شوی حالت روحیه وی، یعنی از یک حالت به حالت دیگر گذشتن، این یک بار نه، این نهایت آیسته آیسته دقیقه به دقیقه، همین لحظه به لحظه تغییر می یابد. همین تغییرات های اکتور بسیار نفس در صحنه افاده کرده بود و تماشابین همیشه من از پس همین جریان چشم می دوخت چطور انسان در پیش نظر وی تغییر یافته شده است. نه در خاطرم هست یک صحنه که اوتلو بعد از تهمت هایی که یاگو و همسری وی کرده است و شبهه می درآید، نخواد که محبوبه من همین قدر عشقی نسبت من عشق بلند دارد و به من خیانت کرده باشد، گفته از همسرش از دزدیمانه میپرسد، دو دستش کتی از دو بری سری خانم بانو داشته، بگو تو زنی کیستی؟ و دزدیمانه با اوتلو میگوید که زنی صادقی عزیزم با وفای شما. و اوتلو به چشمان این بانو با دقت آموخته خیانت را، یعنی بی‌وفاگی را جستجو میکند، لیکن نمیبیند هیچ چیز را در چشمان همسرش از این بی‌وفاگی آثار نمیبیند و از نو عشق پیشتره و علنگه میزند و ثانی بیمداری خودش را بهانه میکند و همسرش را میگوید که خیر مرحمت میبخشید من شمایند باز داشتم گویا، خب خطای خودش را پنهان می‌دارد. من همین خیلی لحظه های بسیار نازک پسیکولوژی در اجرای اکتور بسیار عالی جناب افاده یافته بود. گفتن ممکن است که اکتور در اجرای اولین رول شکسپیری خودش بسیار مهارت بلند نشان داده توانست. متاسفانه میرکریم سیدوف در عین کمالات ایجادی سال 1940 به کسلی سرطان گرفتار شد و 2 سپتامبر ما وی را از بای دادیم. در عرفه تیاری به دهه صنعت تاجیک در مسکو وی باید کلتکداران سرخ را در صحنه میگذاشت، رول اساسی سلیم را اجرا میکرد و از همه همین چیزها ما محروم گشتیم و در سن 30 بای دادن چنین استاد بزرگ این تلفات نهایت کلان برای نخستین تئاتر تاجیک می باشد. لیکن اکتور صرف نظر از این در عمر کوتاه خودش بسیار آفریده های عجایب آفریده توانست. میرکریم سیدوف نه اینکه اکتور بلکه رژیسور هم می باشد. آخر وی چندین اثرهای در صحنه تهیه کرده است. سال 1938 تئاتر موسیقی ما در وضعیت نهایت دشوار بود. غنی عبدالله را کدام ناخلفه عیبدار کرده است و اثر وی واسع از صحنه برداشته شد. یک چند پیسه هایی که با قلم دیگر کسان ترجمه شده بود یا گذاشته بود آنها هم از صحنه برداشته شدند و برنامه تئاترهای برنامه لاهوتی و موسیقی نهایت کاهید و در چنین یک وضعیت بی علاجی تئاتر مجبور شد که باز دفعه سیوم به آرشین مالوان وزیر حاجی بیکوف مراجعت کند. این مسحکه بسیار خوبی آذری سال 1934 36 در صحنه گذاشته شدگی بود، لیکن آن سپکتاکل ها نهایت سوس بودند. اما میرکریم سیدوف وقتی که آرشین مالوان سال 38 در صحنه گذاشت، همه هر گونه صحنه های قلبکی ساخته و مبالغه های برزیاد را گرفته پرتافت. حرکت کرد که به این مسحکه عالی جناب آذری یک اسلوب ریالیستی دید. اکتورهای از هر گونه اشتمها، از هر گونه قالب‌های زبان زد خلاص کند
و در حقیقت در صحنه یک سپکتاکلی آفریده شد که بار اول موسیقی عالی جناب عزیر حاجیبکوف عالی جناب صدا داد. بار اول اکتورها همچون آدمهای زنده را همچون آدمهای زنده در صحنه عمل کردند. عشق، محبت، رشک و دیگر صفتهای آنها نشان دادند و آرشیمولان چنان موفقیت کلام پیدا کرد که قریب هر روز نشان داده میشد و چیپتا یافتن نهایت دشوار بود. خلاصه آرشیمولان سال 38 39 همان سالها یکی از بهترین نمایش های تئاتر موسیقی تاجیک گردید. برجسته صحنوی آفریده توانست. این یکی از بهترین آفریده های کارگردانی میرکریم سعیدов می باشد. یعنی اکتور همچون رژیسور و الکی برای آفریدن اسلوب نوی تئاتر می تواند دانش و مهارت خودش را سفربر کند. گفتم ممکن است که در صنعت بسیار جوان کارگردانی تاجیک سپکتاکل های به صحنه گذاشته میرکریم سعیدов، شادمان، سال 1916 دختر چوپان، اینها یک درس نمونوی بودند. خلاصه من گفتنی هستم که میرکریم سعیدов برای رشد نمای صنعت کسبی دراموی تاجیک، برای انکشاف صنعت کارگردانی بسیار سهم بزرگ گذاشته است و این سال که ما 100 سالگی او را، زادروز او را قید می نماییم، امروز نام او را با افتخار قید می نماییم و در ساختمان تئاتر ملی ما در حقیقت بسیار خدمت های شایان کرده توانسته است.